و بلوچستان قربان پتی ناما. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. همه عالم تن است و ایران دل، نیست گویند زین قیاس خجل. خداوندا به درجات شهدا و امام شهدا بیفزا، بالاخص شهدای اخیر امنیت سیستان و بلوچستان. دشمنان ملت ایران بدانند مردم استان قدردان نعمت امنیت و وحدت هستند و به هیچ احدی اجازه تفرقه بین صفوفشان نخواهند داد. بدیهی است امنیت پایدار در سایه فضای پر رونق کسب و کار و با هماندیشی و همفکری همه احاد استان حاصل خواهد شد. یاد مرحوم مولانا عبدالعزیز و مرحوم حمیدالله سردارزهی را که منادی وحدت و صلح بودند گرامی می‌داریم. روز شوراها، روز کارگر، روز ماما و بالاخص روز معلم را به این عزیزان و عموم ملت ایران تبریک عرض می‌کنم. علی‌رغم خدمات بی‌بدیل نظام و کارهای بزرگ انجام شده، هنوز مردم استان با چالش‌های عدیده‌ای روبرو هستند. در سیستان عزیز هر بار که ایران حقابه‌اش را طلب کرد، طرف مقابل دروغ گفت، مرزبان ما را شهید کرد، هشدار رئیس جمهور را به سخره گرفت. در مرکز استان با آن همه منابع سرشار و تفتان سربلند فقر مطلق بیداد می‌کند و در سواحل مکران عدم مدیریت صحیح منابع آبی باعث شده آب و بی آبی هر دو تبدیل به رنج ممتد مردم گردند. وزیر محترم راه، ضمن تقدیر از تلاش‌های بیوقفه حضرت عالی، زیرساخت‌های راه روستایی و جاده‌های مواصلاتی منطقه از بین رفته، عدم رعایت پارامترهای فنی و سازگار با سیل در احداث کریدور کاروان به کنارک معضل سیل زرآباد را دوچندان کرده و این نعمت را تبدیل به نقمت نموده است. از حضرت عالی تقاضا دارم نسبت به تکمیل پل خمیری، گرمبیت، باوکلات، سند بهرام، دور، تلنگ، پارک و نیز جاده دمپک به کالدان، کلانی به گواچ، چاهان به چاهلی، هنزم و زیردان، پتار و بالاخص محور فراموش شده کاجه قصرقند و همچنین ساماندهی آشنشینی شهرهای چابهار و کنارک اقدام عاجل فرمایید. وزیر محترم بهداشت، ضمن تشکر از دغدغه‌های جدی شما و همه جهادگران عرصه سلامت در خصوص مرگ مظلومانه مادران باردار و کمبود نیروی انسانی و تجهیزات در بیمارستان‌های چابهار و نیکشهر که این دو مرکز درمانی را تبدیل به قتلگاه نمودند و همچنین فقر مطلق زیرساخت‌های سلامت در قصرقند، زرآباد و دشتیاری بزرگ تذکر می‌دهم. سهراب رفت و از نوشدارو خبری نشد. وزرای محترم آموزش، پرورش و علوم، با توجه به دو سیل ویرانگر اخیر انتظار داریم حتما سهمیه کنکور مختص دانش آموزان سیل زده حوزه انتخابی در نظر گرفته شود. وزیر محترم نفت، کاهش سهمیه سوخت کامیون ها و تریلی ها چه سنخیتی با شعار سال دارد؟ جواب خانواده هایی که دار و ندارشان را فروختند تا یک کامیون تهیه کنند چگونه خواهید داد؟ چرا برخی مدیران شما تخصص عجیبی در رنجاندن مردم دارند؟ وزیر پرتلاش نیرو، لطفاً نسبت به انجام تعهداتتان نظیر افزایش ظرفیت آبشیرین‌کن چابهار، تکمیل فاضلاب کنارک و چابهار، تکمیل مجتمع 18 روستایی خیرآباد، فضل الهی و حمیری قصرقند، آبرسانی روستاهای بخش باوکلات، بخش مرکزی چابهار و بالاخص شهر بریز اقدام عاجل فرمایید. وزرای جهادگر و خستگینا، وزیر جهاد کشاورزی و نیرو، ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه روزی شما دیدید که در دو سیل اخیر میلیاردها متر مکعب آب جلوی چشمان پر حسرت تشنه‌ترین فرزندان این سرزمین به اقیانوس ریخت. برای هزارمین بار آب در کوزه و ماتش لبان می‌گردیم. طرح‌های آبخیزداری، مهار گرگرو، طرح جامع کنترل سیلاب، ایجاد سازه‌های شبیه چاه‌نیمه‌ها برای نگهداشت آب، احداث بندهای زود بازده در مسیر رودخانه‌های فصلی و مرزی و لایروبی این رودخانه‌ها، مرمت بندسارها و قنوات کشاورزی و ایجاد سیلبندهای حفاظتی روستاها نه تنها مانع هدر رفت آب بلکه باعث اشتغال پایدار خواهد شد. منابع مالی اجرای بسیاری از این طرح‌ها مجموعاً کمتر از ارزش ریالی زمینی است که در شمال تهران بدون اطلاع آن امام جمعه مظلوم به نام ایشان زده شد. ضمن تقدیر از همه خیرین نیکندیش، بالاخص جان پهلوان، رسول خادم، گروه‌های جهادی و بسیجیان جان برکف، از همه نهادهای انقلابی و شهرداری کلان شهرها درخواست دارم طوفانی از ماشینالات را روانه منطقه کنند. رئیس محترم جمهور، حتما صحنه تلخ از دست دادن خشت آلونک محقر پیرزن دشتیاری را دیدید.
حضور شما در بین مردم سیل زده قطعا موجب تسلای خاطر شد و این نقطه تمایز و برتری دولت شماست بر دولت قبل. اما صرف آمدن مسئولین و گرفتن عکس یادگاری و احیانا ریختن قطره اش دردی از مردم را دوا نمی کند، بلکه باید سازمان برنامه و بودجه را مکلف کنید تا ردیف‌های مستقل اعتباری برای جبران خسارات سیل در نظر گیرد. اگر معادل ریالی اختلاس چای دفش صرف زیرساخت‌های نحیف سیستان و بلوچستان میشد، ما دیگر چیزی نمیخواستیم. در خصوص طرح تقسیم استان، هر گونه طرحی بدون رعایت ملاحظات جامعه محلی، نخبگان، اندیشمندان، دانشگاهیان و علما محکوم به شکست است. به جای تغییر در ساختار به فکر تغییر در نگاه باشید. نام زیبای بلوچستان کم رنگ شدنی نیست. به جای آن پیشنهاد می‌گردد ادارات کل در شهرهای بزرگ نظیر ایران شهر، زابل، خاش، سراوان و بالاخص شابهار ایجاد گردد. آقای رئیس جمهور، یادتان هست فرمودید که خوب شد ما رئیس جمهور نشدیم که دلار بشود 5000 تومان. اکنون به جای آمارهای عجیب اقتصادی که هیچ سنخیتی با سفره‌های محقر مردم ندارد، فکری برای ارز 67000 تومانی و گرانی کمرشکن اینترنت، گوشت و دارو بفرمایید. سخنی هم دارم خطاب به پدران غرب ستیز مسئول و فرزندان غرب گدای آنها. اگر غرب تا این حد بد است، دلیل ولع سیری ناپذیر فرزندانتان برای زندگی در غرب چیست؟ ملت ایران تبعات سنگین تحریم را در سفره‌های خود تحمل کند و فرزندان شما مشغول خوشگذرانی باشند در خیابان‌های لندن و نیویورک و تورنتو. بی‌شرمی تا چه حد؟ وزیر محترم ارتباطات، آیا با فیلترهای فعلی مطلوب شما حاصل شده؟ آیا رواست خودتان بدون هیچ محدودیتی در همه پلتفرم‌ها حضور داشته باشید و مردم درگیر هزینه فیلتر شکن‌ها باشند؟ رئیس محترم جمهور، بی تردید فارسی زبان مشترک همه ایرانیان است. شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگال می‌رود، اما اجرای اصل 15 قانون اساسی موجب افزایش همبستگی ملی است. لذا در این خصوص به حضرت عالی اخطار اصل 15 قانون اساسی می‌دهم. بلوچی موتی شهدی زبانه. هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر، آرام‌تر از آهو، بی‌باک‌ترم از شیر. هر لحظه که می‌کوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید، زنجیر پی